بیار من ندیدی. اگه دیگه دیدی هیچی ریش ندارم. دیدی دیگه به رو بزن. آدم گلی تگاه پیناده به چه میگی که جگار میکنه. باره بابا یا که پینا بچ بیامه چاما بدش که به کفاله بچی خواهد. برای من لکنده بخریدیم 25,000 قیمت هزی بوده. 35,000 طالب روی مصرف کردیم ما. امال کم برا نمیره. کاش که تو ماد من نمیامدی تا خبری به من نمیدم. امال ببینن که اون کنه بخرم بفرشی با برک و 140 روپه قیمت هزی بیشتر نیه. بابا زنگ زنو. باره بابا برق با کجا بده که گوشی برق داشته باشه نداره اون دست ننه پرته اینجا تا خونه. بابا بیا بابا انا بابا چه کاره شما؟ بابا این بابا با کجا؟ من فکر کنم باباه. خیریت بود؟ خبر دارن چه کار شده؟ نه چه کار شده؟ کیسه پیار تربه زدم برار فراد گفتن کیسه آقا شمال بزدم اگه به خونه آمد نغذاره که بیرشه بفهمیدی؟ $200 برعد میگرده تو خود بکردم چرا میزنی؟ فراد بودم همین گفت همه گفت یالا بریم بریم ای بابا بارو بابا بریم دلبان نمر بکندی آخی طلاق ورده گفتن چاره دمی کنی تو آخی بیا دیگه من وکسین کنی یا من بزر موتار کنی بیا بیبی یا الله بیبی بیا بیبی یا الله سلام علیکم بیا آخی بیبی بابا بیا دیگه تو ببینی کیانه دیگه بیبی جو چی بیبی جو نرم کنه شدیم بیبی اشته بیبی که نشدم دلم اما خاک شد بیبی بیبی جو بگفتم من بابا لاتکی که یا من برای تل بدم نه فهمیدم بیبی من نو یادم منه یه تالی چی خبر داشتم من نه بیبی جو من خدا میدونم پنجه من نرم شد بیبی خوبه که بابا دست نمی مردم بیلرها تیله میگیرم و تا سرک میگذارم همین زر آدم نیه که بیلر تیله تایران میگیرم و تا این سرک یا بیلر تیلی سرک بیلر تیلی کردم بیبی خوبه بیبی جو بزر مدر نشده بلا برات بیرد قام ما و شما نیه قام متمون بدبخته به جنجال ما در میمون مگر نصف قیمت بر به دولت میداد تا خور خلاص میکرد برو بیبی جو پرسان کن که اینجا دیگه تیگه دکتر پرسان کن بیبی گاب نزنیم نامرم صداشون رو میشنوه ماما بله ماما بله سلام علیکم نه نباشید خودم بخیر جان جان ساعت خوب بخیر هستیم جان جان اختیار هستیم زنده باشین گفتم که اینا چیز و اسکیپ میکنیم ماما جو واکسین چی هست آمون؟ بله واکسین چی هست؟ همه که به تلویزیون ها اعلان میکنن که چینایی ها مدر کرولا گرفتن مردم چینایی مدر کرولا گرفته گفتم میشه که اینا را مدر کرولا بگیره ما که چین نامدیم بله ما گفتیم که این میشه مدر کرولا بگیره گفتیم جلو اول فکر خورور داریم زندگی خورفلج نکنه خانم شما نه بله خانم شما نه های بارک الله شما اشته که پانه دلی ننه جو اینا 84 سال عمر اینا خوشی خال زن خسور منه خب زیر چادر بگوره همه چی باشه میگی چادر بگوره دگانه اینا اسم اینا بله فال واکسین هم شده بس کی بله 6 ماه که بیدم ها 6 ماه 84 سال پیش خب همینجا اسم اینا بگم یا بریم داخل داخل بله بله بیا بیبی تا خیلی زن نامرم صداشون رو میشنم بعد خوبه بیبی جو بدم به چه بابا بیبی نکنیم همه بیا با مفتزم نکن بیبی خدا تو رو ما نمیبره که مرکم مرض بگیره کارت واکسین اینا بدیم بله کارت واکسین اینا نه ما کارت نداریم دیگه ما همین روز اول مونه بیا مانه که گفتیم مدر کرولا بیا مانه گفتیم مدر کرولا این چیز نشه اسم اینا
اسم من جمع. اسم من نوروز. اسم شما نه اسم از اینا. آقا از اینا زبیده. اسم ولد خیارنا. بلگه بیده. اسم شو اینا. شو اینا مولارستان. مولارستان. کجا میشینی؟ بزیر بیدا. نه چند میشه؟ نه دیگه ما نه سردار نمیگیرم نه جام. بجام شاروالی ما. فعلا کجا میشینی؟ فعلا بگه به سلطان آقا. خب فعلا ما کجا ما خونه ما کنیم زیر بیدای دیگه. بودم. سلام ما زیر بیدا بودم بیامونیم کوچ کردیم. سن چند ساله؟ بران من دکتر صاحب اگه شما شوا جمل حساب نکنیم 84 چون شوا جمل روز تعطیلی. خب صحیح دیگه. الان واکسین نکن. بیاریم اینجی بشین. کی من؟ بله نه اینا رو بیاریم اینجی بیا نمیجی بشین اینجا با. بشین بیجی. بیگه یک نکشین. پیچکاری میکنیم؟ پیچکاری به سرشون اینا. دستین اینا برا بشین. سعی کنی کارت واکسینه بودم. ولی خوب واکسین شو خلاص شد برفتم کارت واکسینه بودم. دکتر صاحب وقتی ما چون جلوه بسر بچه خود خطره میچکنم بسر کنید بیجو. نه خلاص شد واکسین خلاص شد باید کارت میدم بری بخیر. دیگه سوزن پیچکاری نکنی. یکی عمل داد. این واکسین اینا. باز دفعه دیگه بیان یک ماه دیگه میگن نور بیار. اگه ما پدر داشته باشیم دکتر صاحب دیگه ما بهتر واسطیب نماییم. دیگه در نمیکنه که عمل داد. راه نداره. آدم خان آدم خان باسکل سر کوچیکی آدم خان بیایا چی می؟ تو خودم یک بجم تو اشتا میبر باسکل پرش میده باسکل مر بدی اینه یلو کو باسکل باسکل من کمی میرم به کوچه یلو کو تو میگن چرا تو باسکل ور میده یک سر میبر چی کار میده این بابا شیرکی خریدم بدی یلو کو هر روز میبر پرش میده روز 2 ساعت 3 ساعت موبایل از مصرف میکنه این یک سر میبر پرش میده تو ما خوب کار میکنم مول منه برو تو میگم شاید برو بده باسکل من یلو کو تو برو چی قال مقاله هیچ چای بابا شام باش گپ نزی ما جواب گوش کن نزی چوب کجا میبری خانم برم برای سودا کجا برای سودا چیز
من دستید که برنامه های شبکه تلویزیونی تابان به خصوص برنامه زنگ تفریح رو بیشتر بینیده باشید می توانید به صفحه رسمی یوتیوب شبکه تلویزیونی تابان سری بزنید، صفحه ما را سابسکرایب کنید تا اینکه از جدیدترین ویدیوهای ما هم با خبر شوید. قسمت 4 سریال را با هم دیدین و جای داره یک تشکری خاص داشته باشین از شفاخانه بستردار حسینی بابت اسپانسر برنامه زنگ تفریح. میریم و با هم بخش سوم برنامه که دوربین مخفی است میبینیم و مجددا برمیگردیم. میگم برو اینا که 700 که دادین شما برو 700 چی رقم برو من نفهمیدم شما میگم اینا 700 که دادیم از ری که مال به شما دادم که خورده بدیم شما 7 اشتباه گرفتیم برارم عزیزم شما 700 دادین 300 دیگه هم بدیم برارم شما کی از من اصلا ازری میدن نکردی جان برار عزیزم هم علی لالا شاهدم نه میدن نکرد انا میدان نکردی چیه جان برار حتما تو دیگه جا رفتی خیال میکنی ما چیز کردیم نه برار شما براره میشی خور به زود در نزن 300 دیگه هم بده تو خدایا بخی زمانه خراب شده نه زمانه خرابی نداره برارم بریم 700 دادی از ری بدادم که میده کنی 700 دادی 300 دیگه هم بده ازری دادیم ما میشیشته بود عزیزم مال اگه ازری ندادم اموال ندادم یا ازری بدینا برار ازری کلاس برمون نداده برارم تکلیف حساب نداره برارم بده برارم جان برار نه عزیزم 300 دیگه خوب بده دیگه نه برار تو اصلا ازری بدادم میده دادی برارم بریم 700 دادی 300 دیگه تو بمونده اشتو ندادم همالی دادم گپ دیگه میکنی برار خور که من میشناسم چند سال خیر رفیقم تا حالا یلا کرولا را دیگه پاس 100 دیگه بعد زود با برو تو ازری بده زود باش دیگه نه گپانی برار برو خیر دلنگ نده زود با نه گپانی برار جو انا او گپای نداره بده 300 دیگه مر بده برار تو راست ما ازری دادی همال ندادم همال دادم برارم شما کی انا شاید همال دادم شاید دری چیه خور به خان شما برار تو برارم شما کیسه آخر یک سیلی بکن لالا دم پول آخر سیلی زود باش 100 دیگه بده برارم زود باش دیگه حساب ما هم نرسید دلنگ نده بعده یک دقیقه صبر لالا بیا اینجا بیا دوربین مخفی بود بخشش باشه طرف تلویزیون کاکای بولا نیم شما نه شتنی کاکای بولا نیم نه شتنی کاکای بولا شما خود شما حساب و کتاب دارین شتنی ما و شما همین یک ماه پیش انت که برفتین کجا شدین شما نه زنگ نه خبر نه گوشی کو جواب میدین ها؟ شما خود چیز رو حساب ماشینه به شما ندادم 22000 حساب بومو زماناتی هم بدادین زامن شما برابرات کار کنه کی از تو ماشین نگه نه محدینه بابا جو شما ای والله این دیگه چرا به زود در میزنی ما می به نیو نه محدینه بعد بلاد خورم خودم اقور نی ما خور به زود در نزنیم آره کیم گاز خوریم شما میگین اقور به کجایین ای والله این شما نه تشکیره دارم نه ما وجود اینو دیگه تمام امی این پول دیگه مر میشناسه ما جامو حساب کار خود تصفیه کنه که ما دیگه به دنبال خلاف نکنیم دیگه به خدا تو امروز دیدم دیگه هیچ وقت امروز دیدم اینه دارم ما جو دیگه مر کله مر خراب نکنیم دیگه خواهشانه موجود تو مامای ما عزیزم شما ای والله من خب با شما دن اومد اینو بگردن به نفت مامای من تومت نزدم به خان شما چرا شما خود به زود در میزنید کی حق مردم میخوریم حقیقت خدا خورده ای من نکنه نسیم هم نکنه خدا با کفن رو پیچید خور به زود در نزنید بابا رو به این دیگه متر میارم این پول دیگه نه من میشناسم من اسم محدین مزغلق اورم هیچ چی را نداره کاکا باید امروز خودم بری که تصفیه کنی حساب خور به زود درم نزن بفهمیدی یک ماه شما را الله بکنی ای بر بابا من از تو ماشین چی خریدم عزیزم ماشین ماشین چی ماشین اوی چی من نخریدم ما یه روی اینو دیگه چه نخریدین چه خور به زود در میزنی نه من نخریدم اما تو اوشی باری همین چون ساعت نوخ کردن یک لیتر نفت هذا بسیار خداوند خوش نمش از تو خداوند دیز میشه خداوند یک توقی بگردن تو میندازه یک کارو خوب کاری نیم ما جگر نداشتیم دوربین مخفی بود از طرف تلویزیون چند دقیقه وقت شما رو بگیرید دوربین بود کاکا نظام خوبه؟ معلوم نیم کجاییم شما؟
گاهی وقتی به خونه گاهی وقتی بگیم خب چه کار کردیم همون خورده حسابه؟ خورده حساب چی؟ خورده حساب موتور ما موتور نرسوندم شما عزیزم موتور یک هفته نمیشه نه، زامنه گذاشتیم من نه من ساکه سوری ها دارم نه خبر نه دیگه بابا خود به او در چرا میزنیم شما در نه؟ نیمه ساکل من نیاد دارم نیم بخصی ساکل هست عزیزم سکیل خریدیم از سکیل دادم برای شما میگم ساکل من یاد ندارم با عمر من همین چیز نکردم نمیکنم 50-60 سال عمر من طول بند نگیم نظام خور به زود در نزن چرا ایده میگی؟ من ندارم برای از بچه‌ام و بزرچینم داره برای کوکو جون نه کجا برین کاکا جان یعنی چی؟ من میگم ساکل من خور به زود در میزنی کوکو تو جون چه خور به زود در بزنم؟ پیارم قوال خود ما نمیشناسم ساکل اشته نه سکیل نمیشناسی؟ نه سکیل برای تو دادم ما نمیشناسی خدا از گپ زنی ما طول ساکل یاد ندارم کاکا نظام چرا خور به زود در میزنی؟ من ندارم برو برات کار خب بابا جو پیر جو برو دیگه یک هفته میشه مرا الله که دیواری بر کجا برم؟ لا پا مختناسی برو دیگه اسم مو بپرسک با برو با چیز کن البته یادم همین فکر کردم که نه جای اگر همین البته با چی نکنم من به زندگی همین سکیلم حال توی کاکا جیگر کاکا جیگر خود شما شوخی کردم پیارم اون اطراف تلویزیون دوربین مخفی بوده خیلی میبخشید دوربین مخفی بوده کاکا جی اطراف تلویزیون دوربین مخفی 500 هفته‌وار هفته‌وار میشه که میچرخه شما استفاده ما 500 عدی پیدا میکنم های؟ ما 500 عدی پیدا میکنم میلیارد زمینه دیگه مگر هم بدیم مجبوریم آه های؟ ما از تو 20 روپیه سودا نکردم چی بودم؟ خود زود باشین کاکا جیگر واسه ما میرین کار داریم ما میریم خدایا 500 هفته‌وار می جایی که استاده ایم این جگاه باید شما تحویل کنیم و باز کار کردم باز گپ میکنم خب کار کردم چی داره دیگه این کار با کار کردم چی کار داره هفته‌وار هفته 500 من می کار میکنم عزیزم این جگاه که شما استاده ایم باید هفته 500 بدیم من نمیدونم لالا برو برات کار کن به چی عنوان نمیدین شما هیچی نمیدونم من هفته 20 روپیه سودا ندارم وقت ما نگیر کاکا جان 500 داریم ما بده که ما بریم لالا وقت تو نمیگیرم زودتر خیر بینیم حالا ما چکار کنیم بریم یا بستیم کاکا های؟ بریم خب کی بیاییم ما چی رقم کنیم؟ هیچی نه یا چی میایی بعد اینجا زمین ملک بابا مونتونه چی بودم ملک دولت تو هسته ملک دولت من اینجا یک شخصی جا ندارم که ملک دولته کاکا جیگر خیر بینی اون دوربین مخفی بود طرف تلویزیون کم ساعت شما میبخشید دیگه معذرت دوستان عزیز کم کم رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های زنگ تفریح. امیدوارم داشتهای امشبمان مورد پسند شما نازنینان قرار گرفته باشد. شما می توانید نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوژه های جالبی که دارید به شماره تماس هایی که همکنون در زیرنویس تلویزیون های شما قرار دارد با اشتراک بگذارید. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و نگهدار شما. کجا میری؟ اور دوزا زدم یکنیم لک پول گم کرده. خبر مرگی بسیار کامه که نمیکن با پرسان میکن با کجا بده پولا آخه نه چوب کو گریه نکن یکی نیم لک پول اتا کیسی بابا نای 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 بفهمیدی؟ وان دیگه دارم شما گپ کو خودی عزیز احمد بزنین دیگه حالا از شما میپرسم میگم این گپ کی بو گفته دیگه که اشته شده که مال شما خبر شدیم باز برای من برارت آدم خان همین چی لک شما دیلو